بی مقدمه، چیزی که هممون خیلی انتظارشو میکشیدیم، بازگشت تضمینی آنتن سری گوشی 14 و 15. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین، هم با سری سیم کارت ایرانسل هم با سری سیم کارت همراه اول. تضمینی میتونی آنتن دستگاهت رو بیاری. این ویدیو هم لایک شیرش رو زیاد کن که به دست همه برسه و همه بتونن ببینن. خب سلام همراهان خوب کانال دپرو. خب بچه‌ها همونطور که گفته بودیم با بازگشت آنتن 14 و 15 در خدمت شما هستیم. الان اینجا ما یه دیوایسی رو داریم 15 مکس و نو سرویس هستش و آنتن نداره، نه آنتن نه اینترنت. شما حالت اینترنتتون رو بذارید رو حالت 2G و اینکه گوشی رو بذارید رو حالت پرواز و همونجوری رو حالت پرواز هم سیم کارت رو در بیارید. بعد اینکه حالا سیم کارتتون شما فرق نمیکنه همراه اول باشه ایرانسل باشه، هیچ تفاوتی نداره. و اینکه بعد شما یه چیزی هم بگم، شما به گوشی اندرویدی نیاز دارید که اندرویدی باشه که ریجستر شده باشه و همیشه آنتن داشته باشه. ربطی هم نداره شما iOS آیفونتون 18 باشه 17 باشه 16 باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بچه‌ها سیم کارتی که از داخل آیفونمون در آوردیم و میندازیم داخل گوشی اندرویدیمون، حالا فرق نمیکنه تو چه خشابی میندازیم، باید داخل گوشی اندرویدیمون بیفته سیم کارتش. بعد اینکه صبر میکنیم سیم کارت توی گوشی اندرویدیمون لود بشه و بیاد بالا و اینکه حالا گوشی ما بخونه. همونطور که میبینید الان من اینجا یه S20 FE دارم که نوسه اینترنتش هم 5G 4G همشه فرق نمیکنه. بچه با همون سیم کارت ما به یکی از دوستانمون یا حالا به هر کی که هست زنگ میزنیم، یه تماس برقرار میکنیم. این تماسمون بچه شما باید مکالمه داشته باشین، نه اینکه فقط گوشی رو بذارید کنار بوق بخوره وصل بشه طرف مقابل جواب بده. شما باید مکالمه داشته باشین با طرف مقابلتون که حالا من اینجا ویدیو رو تندش میکنم. مکالمتون هم باید بین 1 تا 2 دقیقه نهایت 3 دقیقه باشه و اینکه مکالمتون باید دائم صحبت کنید داخل، یعنی که سیم کارت و شبکه متوجه بشه که شما دارید واقعا توی این مکالمه‌ای که میگیرین صدا رد و بدل میشه و اینکه شما توی این تماسی گرفتین دارین صحبت میکنین. شما باید بین 1.5 یا 3 دقیقه این کار رو انجام بدین. همونطور که میبینید من الان تماس گرفتم و دارم صحبت میکنم، حالا صدای ویدیو رو قطع کردم که شما آزرده خاطر نشین و من این کار رو 2 دقیقه انجام میدم دقیقا. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هستین و اینکه مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین. امیدوارم که این کاری که داریم انجام میدیم روی تمام دیوایس‌های 14 و 15 آنتن دهیش بیاد و آنتن برگره. حالا اگه ما بازم راههای دیگه پیدا کردیم توی ویدیوهای بعدی حتما به شما اعمال میکنیم و اینکه حتما اگه این ویدیو براتون کارآمد بود کانال دنبال بکنید و این ویدیو لایک و شیرش رو زیاد کنید تا به دست همه برسه، تا همه بتونن این ویدیو رو ببینن و ازش استفاده بکنن. خب بچه وقتی مکالمتون به اون حد نصابی که گفتم رسید، قطع بکنید مکالمه رو و اینکه کلا تماس رو قطع کنید. برید داخل قسمت تنظیمات و برید داخل قسمت اتصالات و برید داخل قسمت شبکه تلفن همراه. بچه‌ها نسخه اینترنتتون رو بذارید رو حالت 2G، دقیقاً مثل آیفونی که گذاشتین رو 2G. سیم کارت هم روی این گوشی انداختین، برید اینترنتشو بذارید رو حالت 2G. رو حالت 2G که گذاشتین این دستگاه هم بذارید رو حالت هواپیما و رو همون حالت هواپیما خشاب سیم کارت رو در بیارید. همونطور که می‌بینید من الان رو حالت هواپیما سیم کارت رو از گوشی درآوردم و میندازیم این سیم کارت رو داخل همون خشاب سیمی که از اول درآوردیم. مثلا از سیم 1 درآوردین سیم 2 نندازین، دقیقاً بندازید رو همون سیم 1 که از داخلش درآوردیم. داخل سیم 1 میندازیم و گوشی رو حالت هواپیما در میاریم و اینکه میبینید بنگ، بله آنتن دستگاه میاد و 4 تاش تا آخر هم پره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه بودین. این ویدیو برای دوستانتون بفرستین تا اونا ببینن استفاده کنن. حمایت از کانالم فراموش نشه.